تا حالا فکر کردی چرا بعضیا یه اتفاق کوچیکو جوری میبینن که انگار دنیا داره تموم میشه و همون اتفاق برای یکی دیگه اصلا مهم نیست و همون اتفاق برای یکی دیگه میشه شروع یه تغییر بزرگ، یه رشد بزرگ. واقعیت اینه که ذهنت فقط تحریف نمیکنه، اون واقعیت رو بازنویسی میکنه. با هر فکری، با هر باور تکراری داری آیندت رو شکل میدی. جهان بیرونت یه آینه است، اما نه آینه‌ای بی‌طرف، آینه‌ای که رنگ فکرای تو رو میگیره و اونو مثل سایه میکشه روی دیوار زندگیت. پس اگه یه روز خواستی واقعیت رو عوض کنی، به جای جنگیدن با بیرون، برو توی ذهنت، ببین چی داری میکاری، چون اونجا همه چیز شروع شده. اگه دنبال محتواهایی هستی که ذهنتو بیدار کنه، نه فقط سرگرمت کنه، همین الان سابسکرایب کن. روح آبی فقط یک صفحه نیست، یه بیداریه.